سلام رفیق، خوش اومدی به چنل بنده. امروز اومدیم که به استریمرها ریاکت بریم. آقا ممکنه که بعضیاشون ناراحت بشن. اگه ناراحت شدن میتونن بیان پیوی و معذرت خواهی کنن. بریم آقا، لیتس گو. آقا ما یه بار این گیم رو استریم کردیم، انقدر باگ داشت اصلا هم نمیترسیدم. اوه پسر. حالا بچه استریم شدن ترس. منو ترس آخه ایرانی با 2 متر قد با 100 کیلو وزن. Abi سر واقعا چی میشد که صفير البلبل هيج قلبي الثمل بریم بعدی. سیف بودی. من که سیف بودم. من بابا F6 هی سارن میدن اینام زرت. بیاید بجنگید، قوی باشید. بله چی سارن میدید؟ بله من میرم الانم میخوام پیک ریزر رو بدم و میزنمش. خب حالا ببینید. حالا هی بذار صاف بشیم. این از نظر شخصیتی خیلی شبیه منه. منم حالا اگه استریمامو دنبال میکنید همین جوریم. موقعی که ترایی نیستم، موقعی که سفت نمی کنم 60 تا رو میزنم. یه تایم به خصوصی که میای سفت کنی یکی هم نمیزنی. درکش میکنم. آقا بریم بعدی. بالا رو نگاه نکن. Let's play a segment I like to call Spin the Wheel. Hey, you got yes, you got no. Who knows Shit. what's gonna happen on Spin the Wheel? Please say no. Please say no. Please no. Well, it was God's plan to show me the liar. There's nothing even up. حاجی اگه من بودم بالا رو اما اول نگاه میکردم. زیاد ترسناک نبود. دقت کردین؟ داره استریمره جب میده. حاجی اگه هنسفری استفاده میکنید من دارم میترسم. از این ورم داره صدا میاد. جا یارو من ترسیدم. اول فصل. بریم بعدی. چقدر داره حال میده. راستیه. امیر ایزن راست میگه امیر ایزن. بابا کاری من رو هوام خط گذاشتی اونجا. حاجی دقیقا منم همینم. جای رسمی. آخه میدونید این استریم که سام گذاشت رکورد گینس رو ثبت کرد. برای اولین بار استریم رو هوا گذاشت. خیلی هم جذاب بود. من جای رسمی همین جوری هم پسر. جایی که باید محترم باشی، شخیص باشی و
یه چیزایی به کار میبرم که خودم یه واجی کاش نمیگفتیم پسر. بریم ادامهش. ببخش بازم ببخشید. بابا کی میگه سیستم نکن دیگه بابا. What the fuck؟ کسی استریم حساب میکنه چه کارچی کیه ریدم تو دهنه. حاجی لعنت به استریم اسنایپر، یعنی مخصوصا تو استریم من حاجی درک میکنم و مخصوصا چیتر روشن. بریم بعدی. یه عکسمون نشن اینجا. چه شروع نمیشه. اوه خدا، طرف سایه کرد. بابا رفتم هوا اومدم پایین. اصلا انتظار نداشتم. یا خدا صدا توپ اومد. بی خاصیت برو اونجا دوتا واق بزن. چپ راست کن رینبو سیکس داداش ایما اتاق نقاشی عکس بگیر ازش. حیف شد یارو. ایما چقدر شبیه جنای دیگه بود. چقدر شبیه جنای دیگه بود. با این یکی حال نکرد، دیشبیه بهتر بود. میدونی چی میگم؟ بریم بعدی. زهر مار دیگه. قبولت دارم سید، قبولت دارم، خیلی قبولت دارم سید. کار تو بلدی. ترسی که خودت بری اونجا. نه اشتباه گفتم. فهمیدیم ترسیدی، به ما هم القاش کردی. بریم بعدی. Muy fácil, mata, muy fácil. Foto, ¿eh? Uy, foto, mata. No, pues ya. Muy fácil, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Me puedo pasar? این آهنگه پلی میشه تش انگار بخواد یه چیزی بشه. یه بار دیگه باشی. وقتی مامانا میگن بین بچه هاشون فرق نمیذارن. همبرگر برای تو، اندونم برای تو، پنیر برای پو. نگاه که پو رو میزنم با هم بخندیم. قربونت بشم. ببینید دلم به حال خودمون میسوزه که گیمایی که ما پلی میدیم با سیستم 10 میلیونی، گیمایی که اونا با سیستم 300 میلیونی پلی میدن. عالی بودی ایرانی، عالی بودی. باز هم نشون دادی که از فراز و نشیبای زندگیت رد شدی. بریم بعدی. یه دونه مشت زد تو صورتم ناراحت شدم. آقا اون بمب تا خطرناک. کوچش تاریکه. این بمب حق من نیست. ناراحت شدم. گو خوردم. حاجی طرف زن داشت، با هم بازی میکردن. خب آقا اینم یکی از ویدیوهای ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خواستیم 3 تا کامنت بخونیم از ویدیو قبلی، ولی خب چون همه کامنت ها رو خوندیم، یعنی از هر ویدیو 3 تا خوندیم و ویدیوی الان هنوز آپلود نشده، ایشالله ویدیوهای بعدی حتما میخونیم کامنت ها رو. پس کامنت بذار سید، لایک کن، ساب نمیگم بکن، خسته شده. خداحافظ.